از آقا به خودم چند جا سر بزنم 3-4 تا عبادی بالا و پایین بودم اما هیچ جا کار نبود. ایره که قبول بودم بیم اندر راهش دوره که نبود. ولی خدا رو شکر کنم شیمیرش نمیشه. گفتن اگه از حبیب ضمانت بکنی هایده. بله. ایره سر تک برگه. بله تک برگی. مهندس قیمت خیلی خوبه، نگاه کنین حالی که من 50 تا مورد دیگه نه بابا اصلا نمیده. شما تشریف بیارین بودم نگاه کن، ما دامادمون تو کار شیربانی کجا شالدو نیاختن من ایجاد باید از حبیب راسته نوتی قطعی خواهی بفشه بشه زنجان پیر شدم دیگه نه اینا از اینجا باید بده. داود حسن کجا هستن؟ والا هرکی یه جور آوره بابای حاجی. بذار روی هم تحمل کن همه چیز درست میشه. بده ببینم این چوبم بردار بیار با من. ای بابا تو که هنوز یخزار رو بازدهی میکنی. چه ملاحظه ما رو بکن، به خدا 500 تومنم زیادش. باشه خیلیشو ببینی. بیا چی قربان بیا. اون نیم طبقه هم غیرت میکنه، اون نیم طبقه این هست. شما اون پایین دفترش بکنی، دفتر اوکازیون مشتی برات در میاد. نیروی کارم قسم ما خودم دفتر میام میام وای میذارم کنار دستت وای. حاج آقا خسته نباشید. خب شما هم خسته نباشید. خب سر حالا دستگاه‌های توافق بکنید. نه بده جناب مهندس نخوره. ما تازه خریدم اصلا زیاد استفاده نکردم. ما مهندس می کار اصلا چوب نیه. کارت چوب نیست؟ بس چاره شما؟ همه تو کار واردات هستم. ارم برای انبار خانم. بله. البته با شیمی قیمت جناب مهندس موافق است. ایشون پولم نقد است. چه قرار قولنامه رو بریم آجا؟ اجازه بده. آقای مهندس یعنی شما اینجا تولید را نمیدونید؟ نه حاجا، اره برای انبار خانم. انبار تولید نه. ضمانتنامه ها را آوردی که من امضا بکنم. بله حاجی. امضا نمیکنم. چرا؟ بابا من خونه دل خوردم، نمیخوام اینجا را بفروشم همینجوری انبار بکنم توش کار نشه. خودم هم توان کار ندارم ولی 40 سال تمام چراغ اینجا رو روشن نگه داشتم، نذاشتم خاموش بشه. حاج حبیب بلا میسته اگه 30 سایه امی سربدی اما باز مثل سابق دور هم جمع بونیم. مرد مردانه قول میدی؟ خب منم پشتیبانی میکنم. عباس آبا رو چایی تا جمع خوبه چشم.